گول تبلیغات ماسک‌های خونگی رو نخورید. قطعا شما هم توی یک سری از پیجا دیدید که میان یک فرمولاسیونی رو به شما ارائه میدن و میگن که بیاین از ترکیب تخم مرغ و سرکه و آب لیمو و زردچوبه استفاده کنید و روی صورتتون بمالید. یه مسئله اینجا هست که خب این مواد جاشون توی آشپزخونه هستش و به هیچ عنوان از لحاظ علمی مورد تایید نیست. به عنوان مثال آب لیمو خب خودش پی‌اچش اسیدیه و سد دفاعی پوست رو نابود میکنه، از طرفی حاوی پسورالن هستش که این خودش جاذب نور UVA هست و قطعا باعث التهاب روی پوست صورتتون میشه. یا به عنوان مثال تخم مرغ خام حاوی باکتری سالمونلا هستش که این خودش یک باسیل گرم منفی پاتوژنزا هست و وقتی روی پوست صورت اپلای میشه قطعا باعث ایجاد عفونت میشه. یا از طرفی زردچوبه خودش یک آنتی اکسیدان قوی به اسم کورکومین داره که اگه با یک دوز بالا روی پوست صورت اپلای بشه قطعا باعث واکنش‌های آلرژیک میشید. اینجا یک نکته خیلی مهم وجود داره، اینه که وقتی شما میان یک ماسک خانگی تهیه میکنید قطعا این ترکیباتتون حاوی پرزرواتیو یا ماده نگهدارنده نیستش و شما یک بستری رو برای رشد میکروارگانیسم‌ها دارید تهیه میکنید و بعد از استفاده مطمئن باشید که شاهد آکنه‌های التهابی خواهید بود. این پست رو بفرست برای اون دوستی که هنوزم داره از ماسک‌های خانگی استفاده میکنه.